سلام نازولیا. همه فکر میکنن فوتبالیستای خیلی حرفه‌ای همشون برمی دارن از صبح تا شب کاهو و کلم و سینه مرغ و تخم مرغ میخورن. نه آمو جون، این تصورات همچین درست هم نیست. والا اونا مادمن، همین کریستیانو رونالدو هم میگن از صبح تا شب سبزیجات میخوره ولی کسی خبر نداره که به شدت عاشق مرغ سوخاریه. والا شبا یه دستش جورجیناست، اون یه دستش پیتزا. این همونی که فقط 7% چربی داره تو بدنش. از اون بدتر مسی بود. وای 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 وای، مسی یتونه همینجا استفراغ میکرد وسط زمین، بیرون زمین، زیر زمین، رختکن، تو خونه، تو ماشین، وسط عملیات، هر جا که فکرشو بکنید. خب فکر میکنین علتش چی بود؟ مسی از روزی که رفت بارسلون، برعکس تصورات ما که میگفتیم یه رژیم سالم و بی دغدغه داره، رژیمش همچین جالب نبود. پیتزا میخورد، سوخاری میخورد، هله هوله میخورد، خیلی نوشابه میخورد. میگفتن یه روز نوشابه نخوره میمیره. دیگه همین رژیم غذاییش زد خار مادر معده رو شوهر داد، هی بالا میورد. حتی تو جام جهانی چند بار بالا آورد وسط زمین. حتی کارش به بیمارستان کشید. دیگه رفت دکتر آزمایش داد، فهمید واسه رژیم غذایی داغونشه. یه متخصص تغذیه استخدام کرد که مجبورش کنه مثل بقیه غذا بخوره. از طرف اون زمان مربی بارسلون هرچی دستگاه نوشابه بود و از داخل باشگاه و کمپ تمرینی جمع کرد که این وسوسه نشه. حالا اینکه رو به راه شد، اوکی شد، برگشت. ولی یه بازیکن حرفه‌ای داریم به اسم مکس کروز. ایشون سلطان بازیکنان حرفه‌ایه که غیر حرفه‌ای عمل میکنه. از قمار و سرقت موبایل گرفته تا رژیم غذایی نادرست. سال 2016 وولفسبورگ دیگه ازش خسته شد و برو یه تیم دیگه مدت بازی کن. ایشون گویا غذای ناسالم میخورده و دیگه به خسخس و ناله افتاده بود. نمیتونست راه بره. چرا؟ چون آقا صبح به صبح، شب به شب، روز به روز، ساعت به ساعت نوتلا میخورد. معتاد نوتلا شده بود. هرچی بهش میگفتن آقا این کلی چربی داره، کلی قند و شکر میزن توش، نخور، گوش نکرد. آخرش هم $28,000 ازش غرامت گرفتن و فرستادنش به تیم دیگه. این مسیر مخالف رفت که دیگه حتی تیم آلمان هم دعوتش نکرد. داداش هرچی میزن جلوت که نباید بخوری. ای بابا داداش.